تقریباً 2 هفته باز ساکنان دهه اشت به برطرف کنی پیامد سیل عظیم مشغولند. سیلخیزی آخر ماه می تقریباً 10 کیلومتر راههای ماشینگرد، بیش از 20 پلی خرد و بزرگ و قسماً یکچند خانه‌های استقامتی را خراب کرده، ضرر بزرگ اقتصادی در پی گذاشت. مقامات حالا زیان رسیده را 2.5 میلیون سامانی حساب کردند. پیرار اومدگینده چیز رزنده اومد. 2 ورش işte bira. Bu halk tödekarim. Bu asbala adam emre oxtaqolmayam, rahmat oxtaqolbayam. Hamamında pul tödekarigi boşadam, hamin asbala karud bechora. Ne şutana bu sel onda gitti bira hamı joya. 3 سال پیش همینجا ساختگی امارات‌های همش گرام برفتگی بود. ما این چیزا از نو ساختگی بودیم. من خودتون دیسکتون حالی پول رو بود نشده با همین حالت بومد. ضرری کلانی که خلق دید چند آب موند. کشتی کار بموند، کارچکاش بموند و حاصل دیگه نمیشد. مسئولان مقامات محلی میگویند حالا حدود 15 نقلیات‌های بزرگ حجم و تکنیک‌های راه تعمیرکنی را در این منطقه فعال کردند. ولی ساکنان و فعالان ده وابسته به حجم خسارات حدس میزنند که بیشتر از 1 ماه باید مردم به حشر عمومی برآیند. زیرا گرمشوی روزهای اخیر آنها را نگران کرده است و از احتمال باز آمدن سیل ساحل‌ها را مستحکم می‌کنند. Annemin zayıfı hayo başkunaş hayo hammaş omda minjanda korkarsa saminobayam rahmat. Çubaka onson neyin korkaran. شورش فرزندش بسیار شوهرش سیب دیگه اینجا به همین زنکام کار نشد. راستی گبده. در دهه‌های این جماعت قریب 30,000 اهالی زندگی می‌کنند و کوچاندن آنها به محل بی‌خوف از آفت‌های طبیعی دشوار است. جماعت اشت که از 3 جماعت آسیب‌پذیر از سیلخیزی در ناحیه اشت به حساب می‌رود. پیش از آمدن سیل 10 روز پیش سیتود در اشتی پایانی همین دهه برگزار گشته بود که بایسته خود رئیس ناحیه اشتراک کردند و با جلب تکنیکه ها از ولایت و از ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی و وسیع نمودن اشت سای کارها رفته ایستاده بود و این باعث گردید که قسمت دهه اشت پایان از همین سیلابه که بزرگ آمد چند وقت پیش به آسیب ماند. ناحیه اشت ولایت سوخ در 400 کیلومتری پایتخت تاجیکستان جایگیر شده و بیش از 150,000 نفر ساکن دارد. بنابر در بین کوه‌ها جایگیر شدن این ناحیه که از منطقه‌های آسیب‌پذیر از خوف آمدن آب کلان و یرچ حسابیده می‌شود.